الان میخوام پروژه برج عزیزی رو خدمتتون معرفی کنم. با توجه به آفر فوق‌العاده جذابی که الان ما داریم روی این پروژه اختصاصی، فرصت فوق‌العاده‌ایه که به کلاینت‌های خودتون این پروژه رو معرفی بکنید. پروژه برج عزیزی دومین برج بلند دنیا بعد از برج خلیفه است، یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که برج خلیفه بعدی دقیقاً برج عزیزی خواهد بود. و بخوام یه سری رکوردهای خاص و اطلاعات خاصی که راجع به این پروژه وجود داره رو خدمتتون بگم. همونطوری که در جریان هستید، ارتفاع این برج 725 متره که تعداد طبقاتش 131 متره و از رکوردهای فوق‌العاده خاصی که این پروژه داره، بلندترین لابی هتل جهان رو داره توی طبقه 118 و توی ارتفاع 512، به اضافه این که بلندترین رستوران دبی توی طبقه 122 داره، بلندترین نایت کلاب رو توی ارتفاع 567 متر داره دقیقاً این پروژه، و ابزرویشن دسکی که داره توی طبقه 130 و توی ارتفاع 649 متر از سطح دریا هستش. تمام این ارتفاعات رو، تمام این رکوردها رو شما در نظر داشته باشیم. به اضافه این که ما توی این پروژه یه مرکز خرید عمودی توی طبقه هفتم داریم و سالن ورزشی، باشگاه، سینما روم و خود سینما، به اضافه یه آدرنالین زون داریم که یه حالت مرکز تفریحی هستش و همه اینا یه جورایی مثل یه شهر توی یه برج هستش و همه اینا در کنار هم اومده خاصش کرده. به اضافه این که تنها بیلدینگی که شما میتونین یونیتتون رو با مالکیت 100% توی خط شیخ زاید رود خریداری بکنین دقیقاً توی همین پروژه هستش و همین الان هم میتونین بیاین توی لوکیشن و ببینین که دقیقاً این بخش که میشه پارکینگ پروژه همین الان آلردی آماده شده و دیگه کارهای نهاییش داره انجام میشه و تمام نواقصی که برای برج خلیفه وجود داشته همه توی این برج برطرف شده. نمونه دیگهش مثل همین قسمت پارکینگ جدا که یه ساختمون فقط مخصوص پارکینگه که با تکنولوژی آلمان، تکنولوژی پارکینگ سازی آلمان این پروژه ساخته شده و در عین حال هم تحویلش هم دسامبر 2029 و نکته خاص دیگه ای نداره که بخوام خدمتتون بگم. میبینمتون روز پنجشنبه. برای مشتریانتون میتونین یه یونیتی توی همین ساختمون براشون خریداری بکنین، به اضافه این که مرسدس بنز ای کلاسشون رو از ما تحویل بگیرید و برای مشتریایی که 3% بوکینگ فرم الان پرداخت بکنن و ای او آی بذارن، ما براشون